این بینایی است که ظاهرالماه خلبه و خود را از آشیانه چهارم آن به پایان سرازیر کرده است. او در اینجا در خانه عمکش میزیسته است. با گفته شاهدان حادثه تخمینا ساعت‌های 2 شب 11 نوامبر رخ داده است. گفته می شود ظاهرالماه را بعد به پایان سرازیر شدن به بیمارستان انتقال دادند و او در بیمارستان جان باخته است. جسد ظاهرالماه را به زادگاه شهر استرفشن انتقال دادند و آنجا دفن کردند. فعلا در منزل عمک ظاهرالماه کسی حضور ندارد و آنها همگی برای اشتراک در مراسم جنازه او به زادگاهشان شهر استرفشن رفتند. رهبریت فاکولته بیولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان جایی که ظاهرالماه خلبای و در آن تحصیل میکرد از مرگ نابهنگامی او متأثر گشتند. آنها به خاطر یادبود ظاهرالماه عکس او را در درآمدگاه فاکولته گذاشته نزد آن چند گل ماندند. همسبقان و استادان فاکولته بیولوژی از ظاهرالماه همچون دختری باسواد و با آداب یاد میکنند. آنها میگویند ظاهرالماه عضو دسته هوسکاران فاکولته بود و باید روزهای نزدیک در محفل ظریفان دانشگاه برآمد میکرد. کرامت الله قربانوف از آخرین استادان می باشد که ظاهرالماه خلبای و را زمانی در قید حیات بودنش دیده است. او میگوید روز جمعه 10 نوامبر بعد تمرین ظاهرالماه و همسبقانش را به خانه جواب داد و روز دیگر جسد شاگردش را در سردخانه پیدا کرد. در توهد ما این چیز را البته که احساس نمیشه دارم این چیز. مسئله خودکشی را سازمان‌های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده مینامند و میگویند در حالت‌های زیاد خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها می شود. سال 2016 در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است. به این اقدام 159 مرد، 168 زن و 55 نابالغ دست زدند.